هر مشکلی آسانی است. بدانید که خداوند بعد هر گرسنگی فراوانی نعمت و بعد هر تشنگی سیرابی آفریده است. بعد بیماری حتی طولانی شفا و به دنبال شب سیاه صبح با صفای شما را منتظر است. از تاریکی شب و گرسنگی و تشنگی و بلا غم نخورید، زیرا هر آفت را عافیت است که رب عالمیان قبل از آن که شما را آفریده باشد در تقدیرات شما رقم زده است. بزودی غایب حاضر می شود، گمراه ره می یابد، رنج کشیده گنج می یابد، بندی آزادی می بیند و در شب تار افتاده ره سوی صبح روشنایی می. با آبی دیده و گریه و زاری سرور و خرسندی هست، با ترس و یأس و ناامیدی امن و امانی و سیاهی را سپیدی در پیش است. انتظاری و صبر بهترین عبادت است که باعث کشایش و خرسندی به پایان می گردد. روز رونده و زمانه دو زننده و غایب عیان شونده است. لذا انسان عاقل همیشه امیدوار است که محض در چنین روز مصیبت خداوند به او راه دیگری حل و یا رهایی را نشان می دهد. زیرا جایی که مشکلی است حتما آسانی هم آنجاست.